سلام دوستان، در این وقت فرصت ها ما البته در مورد گزارش های ترانسفری باشگاه اینتر میلان برایتون میگیم. نخست از آن میگویم که حمله‌ور 37 ساله اینتر میلان چون فوتبال باز آزاد به دسته فنربخچه گزارش کرد و شرطنامه 2 ساله را به دست آورد. هر ساله این حمله‌ور بوسنیایی در تیم ترکی 5 میلیون یورو کار میکند. همچنین نسبت دروازه‌بان اینتر اندره آنانا از جانب چلسی و منچستر یونایتد اشتیاقات زیادند و ارزش ترانسفری دروازه‌بان کامرونی اینتر باشد 50 میلیون یورو می باشد. بعد از آنی که در لیگ چمپیون‌های موسم قبلی اینتر خود را خوب نشان داد و تا حتی در فینال نیز اشتراک کرد، نسبت بازیگران علایده اینتر البته از جانب ابردست‌های اروپایی توجه زیاد شد. یکی از آنها فردریکو دیمارکو می باشد که ریال و منچستر یونایتد میخواهند این بازیگر را به دست آورند. ریال میخواهد او را به عوض فرلند مندی به کار برد. در منچستر یونایتد باشد تنهاگ خواستاری به دست آوردن این دفاعگر است. ارزش ترانسفری دیمارکو 35 میلیون یورو می باشد. یکی از بازیگران دیگری که در اینتر میخواهند او را شامل تیم خویش نمایند این روبین گوسنس است. روبین گوسنس برای عوض 15-20 میلیون یورو به اونیون برلین می رود. نفر دیگری سابقه‌دار اینتر مارسلو بروزوویچ است که می تواند همدسته رونالدو در النصر شود. باشگاه عربستان سعودی آماده است که برای بازیگر خلوتی تا 15 میلیون یورو پرداخت نماید. همچنین در این برابر باید از نیت‌های خریداری دسته اینتر میلان گفت. آنها می‌خواهند دفاعگر مرکزی بارسلونا اریک گارسیا را بر عوض 15 میلیون یورو شامل تیم خویش نمایند. اینها بودند اساسی ترین خبرهای ترانسفری باشگاه اینتر میلان و در مورد نویدهای دیگری این باشگاه ایتالیایی ما برایتان پرتر در برنامه‌های ترانسفر در عمل خواهیم گفت.